برادران و خواهران مسلمانم، امروز به فضل و کرم الله سبحانه و تعالی هلال ماه ذوالحجه دیده شد و به حمد الله فردا اولین روز یکم روز ماه ذوالحجه است. ماه ذوالحجه این ماه حرام است، یکی از 4 ماه حرام: ذوالقعده، ذوالحجه، محرم و رجب. ذوالحجه دهه اولش اعتبار بزرگ دارد. اشهر ذوالحجه، الله سبحانه و تعالی فضیلت این 10 روز ماه ذوالحجه را در قرآن عظیم و شان بیان نموده است و این چنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فضیلت عمل صالح را و اجر و ثواب عمل صالح را در این 10 روز چقدر که باشد بیان نمودند. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، از فردا شروع بکن که روزت مثل روزهای گذشته نباشد. زبانت مشغول به ذکر و به تلاوت قرآن باشد. فکرت در بزرگ بودن الله و مخلوقات الله باشد. وقتی که یک مخلوقات الله را میبینی، بزرگی الله را به یاد بیاور. به تسبیح و تهلیل و تمحید و این چنین به صلوات و درود فرستادن به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مشغول باش. و این چنین روزه گرفتن این عشره ذوالحجه، البته تا روز عرفه روزه گرفتن حکمش مستحب است. از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، خیلی که امام احمد روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روزه گرفتن دوشنبه و پنجشنبه و روزه گرفتن 10 روز ذوالحجه و این روزها را روزه گرفتن هر ماه 3 روز را ترک نمی کردند. این دلالت میکند که روزه گرفتن تا روز عرفه همه اش مستحب است. اما روزه گرفتن روز عرفه، خود روز عرفه 1 روز پیش از عید، این سنتی مؤکده است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می فرمایند: العمل الصالح فیهن، یعنی عمل صالح نمودن در این 10 روز ذوالحجه از فردا شروع می شود تا 10مش، یگان دیگر عمل برابر نمی شود به این عمل ها. یعنی در دیگر ماه ها، در 11 ماه گذشته، هر عملی که میکنید برابری عمل صالحی که در 10 روز ذوالحجه میکنید نیست. به رسول الله سوال کردند که حتی الجهاد فی سبیل الله، ای رسول الله، آیا حتی جهاد در راه الله در دیگر ماه هم به مانند یک عمل صالح در ماه 10 ذوالحجه نیست؟ رسول الله گفتند حتی جهاد فی سبیل الله هم نیست. اما اگر گفتند یک انسان به خاطر راه الله، به خاطر اعلای کلمت الله، به خاطر جهاد بیرون شود، هم نفسش را هم مالش را بگیرد بیرون شود و در راه الله جهاد بکند و تمام پول مالش را در راه الله صرف کند و در همون راه وفات بکند، این آدم میگند برابر عملش 10 ذوالحجه است. عملی ثوابی که، یعنی عملی که در 10 ذوالحجه میکنید، ثوابش به مانند یک عمل است که یک انسان است که در این راه الله برآمده است، هم به جانش هم به پولش، و از همون پول مالش و از همون جانش هیچ چیزی باز نگشته است. این دلالت میکرد که عمل صالح در 10 ذوالحجه بینهایت زیاد چی است، قدر و عظمت بزرگی دارد و اجر زیاد دارد. بارک الله فیکم. و بعد از این میگند صیام یوم عرفه، روزه گرفتن روز عرفه، احتسب عند الله، من حساب میکنم در نزد الله، امیدوار آنم که 1 ساله گناه گذشته و 1 ساله گناه آینده را ببخشد. و در روایت دیگر
مطلقا آمده است، یعنی که روزه داشتن روز عرفه گناه 1 سال گذشته شما و 1 سال آینده شما را می بخشد. پس ای انسانی که 1 سال گناه نمودی و این انسانی که می خواهی که 1 سال دیگر آینده از گناه دور باشی، پس روز عرفه را روزه بگیر. این دهه را با ذکر و دعا و درود سپری نما و البته همیشه آگاه باشید که این عملهای شما همان وقت قبول است که عقیده شما صحیح و درست موافق قرآن و سنت به فهم سلف امت باشد. موحد باشید. وقتی که کسی مشرک است، وقتی که کسی کافر است، وقتی که کسی مرتد است، وقتی که کسی به شکننده های اسلام، به شرک یا به دیگر چیز وارد شده است و داخل شده است و انجام داده است، عمل صالحش به اون سود منفعت نمی بخشد. برای همین برادرم و خواهر عزیزم موحد باشید و عمل صالح را در این روزهای باشمور، ایام معلومات، روزهای معلوم معدد باشمار، عمل صالح را انجام دهید. بارک الله فیکم، حیاکم الله بیاکم.